الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، حضرت آدم علیه السلام 5 وصیت با فرزندش حضرت شیس علیه السلام کرد و دستور داد او نیز این وصیت ها را با فرزندانش بگوید. یکم وصیت این بود: حضرت آدم علیه السلام گفت به دنیا مطمئن نشوید که من به بهشت جاوید اطمینان یافتم. خدا این اطمینان را نپسندید و بیرونم کرد. دویم وصیت: با فکر زنان رفتار نکنید که من به میل زن عمل کردم و از درخت خوردم و پشیمان شدم. سیوم وصیت: هر کاری که می خواهید بکنید، لیکن اول عاقبتش را بنگرید که من اگر عاقبت اندیشی کرده بودم و این مصیبت دچار نمی شدم. چهارم: کاری را که دل در انجامش آرام ندارد نکنید که من هنگام خوردن از آن درخت دلم می لرزید، اما اعتنا نکردم، خوردم و پشیمان شدم. پنجم: در کارها مشورت کنید. اگر من با ملائکه مشورت می کردم به این مصیبت گرفتار نمی شدم. بله، یک پند دیگر هم هست. میگوید در یکی از روزها مهندسی ساختمان از طبقه ششم میخواهد با یکی از کارگرانش حرف بزند. او را فریاد زد، اما به خاطر سر و صدای زیاد کارگر متوجه نمیشد. ناچار مهندس $10 به پایان میپرتاید تا اینکه کارگر بالا را نگاه کند. کارگر $10 را برمی دارد و در جیبش میگذارد و بدون اینکه بالا نگاه کند مشغول کارش می شود. بار دوم مهندس $50 میفرستد و دوباره کارگر بدون اینکه به بالا نگاه کند پول را در جیبش میگذارد. بار سوم مهندس سنگ کوچکی را به پایان می اندازد و سنگ به سر کارگر برخورده آسیب می بیند. در این اثنا کارگر سرش را بالا برداشته نگاه می کند و مهندس حرفش را به او می گوید. این داستان همان داستان زندگی انسان است. خداوند همیشه نعمتهایش را برای ما می فرستد، اما ما سپاسگزار نیستیم. و وقتی که سنگ کوچکی به سرمان می افتد که در واقع همان مشکلات کوچک زندگی است، به خداوند روی می آوریم. بنابراین هر زمان از پروردگارمون نعمتی به ما رسید، ما را لازم است که سپاسگزار باشیم قبل از آن که سنگ بر سرمان بیفتد. روز بخیر دوستان.